ابعاد جغرافیا، میون صافیا و ناصافیا، آدما به دو دسته تقسیم شدن، یه عده شهروند و کمی مافیا. راست و دروغشون فقط بازیه، به اتهام بستن و جفسازیه، یا هر کی پیدا میکنه یارشو یا کشته یه شب تو تیراندازیه. اینجا همه میگن شهروند و هم پشتن، غفلت کنی یارات هم دستتم کشتن. حین قضاوت ها اعلام شب میشه که میدونه تا صبح که جون به لب میشه. حالا شهروندا همه خوابن توی انتظار و عذابن، میمیرن یا میمونن اونا اینو نمیدونن. دنیای این بازی مرموز و بیرحمه، وضعیتی بین حقیقت و وهمه. شلیک شب مثل انداختن برگه، یه وقتا سرنوشت با قرعه مرگه. وقتی یکی تنها تو شهر میمونه، هیچی حاضر نیست حرفاشو بدونه، تو بهت و ناباوری تسلیم میشه. این یه فروپاشیه از درون. یکی به خاطر تیمش پست میشه، یه وقتا شهر اسیر بنبست میشه. گاهی شهروند نمیفهمه که ناخواسته با مافیا هم دست میشه. دنیای این بازی مرموز و بیرحمه، وضعیتی بین حقیقت و وهمه. شلیک شب مثل انداختن برگه،